ساکنان جماعت دهات قرطاق شهر ترسانزاده جشن بین المللی نوروز را با افتتاح بزمگاه نوروزی در دهه مدنیت آغاز نمودند. قبلا زمین این موضع بکار خوابیده بود و در دایره تدبیرهای آبادانی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی به یک جای زیبای برگزاری معرکه‌ها در دهات تبدیل داده شد. ساکنان کسب و کار گوناگون در بزمگاه نوروزی با هم آمده سرجمعانه این جشن اجدادی را با فرح و خوشحالی و خرسندی بردوام تجلیل نمودند. با مناسبت جشن نوروز دسترخوان ایدانه با انواع 7 سین و 7 چین، سومنک، طعام‌های ملی و شیرینی و کلچقندهای آماده نموده زنان و بانوان آراسته شد. نتیجه وحدت و ثبات کامل، آزادی و صاحب استقلالی بود که با تلاش‌های پیگیرانه سرور دولت و کشورهای حوزه نوروز امکانیت فراهم آمد تا جشن نوروز با تاریخ بیش از 6000 ساله‌اش مقام بین المللی گیرد. امروز نوروز با تاریخ قدیمیش به جهانیان معرفی گردیده عالمیان تاجیکستان را همچون وطن نوروز اعتراف نموده‌اند و این جشن حالا به جزء تمدن بشری تبدیل یافته است. نوروز جشن است که دلها را به هم می‌پیوندد، محبت را زیاد می‌کند و مردم را به سوی یک زندگی پرسعادت راهنمایی می‌کند. برنامه فرهنگی که از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و اهل هنر و صنعت پیشنهاد حاضرین شد، با تجلیل جشن نوروز شکوهی تازه ضم نمود. همین گونه چاره‌بینی‌های ادانه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در دیگر دهات شهر ترسانزاده نیز ادامه دارند.